سلام. امروز میخوایم بریم سراغ بررسی ساخت و تاریخچه جعبه جادویی. جعبه‌ای که چندین سال همراه انسان بوده و همیشه ما رو سرگرم کرده. سال 1862 یه دانشمند ایتالیایی به اسم کازلی یه دستگاهی رو ساخت که تونست تصویر ساده‌ای رو به کمک تلگراف ارسال کنه. همین یه جرقه‌ای بود برای ساخت اولین تلویزیون داخل سال 1925. بعد سالها کار و تلاش آقای جان لویجی برد موفق شد اولین تصویر رو از طریق کابل ارسال کنه و اولین تلویزیون رسمی دنیا رو بسازه. چند سال بعد دکتر الکساندرسن تلویزیون قبلی رو تونست گسترش بده. تلویزیون اون تونست هم تصویر رو دریافت کنه هم صدا رو. تو اون ایام جعبه جادویی هر لحظه داشت پیشرفت میکرد و انواع مختلفی وارد بازار میشد و توجه همه رو به خودش جلب کرده بود. چون این تلویزیون قیمت بالایی داشت، فقط افراد ثروتمند توانایی خرید اون رو داشتن و برای همین مردم برای نگاه کردن تلویزیون گروه به خونه آدم‌های مختلفی میرفتن. عجیب مگه نه؟ چیزی که برای نسل ما دم دستی و بیارزش، یه زمان مردم براش سر و دست میشکوندن و نگاه کردن تلویزیون بهشون احساس قدرت و خوشبختی میداد. بگذاریم بریم سراغ اولین نسل تلویزیون های مکانیکی. این نوع تلویزیون با دیسک های چرخشی کار میکرده و فقط میتونستیم تصویرهای اون رو داخل جاهای تاریک ببینیم. چرا؟ چون کیفیت کافی رو نداشته. دیسک ها با کمک موتور میچرخیدن و با هر چرخش یه دونه تصویر رو به نمایش میذاشتن. نسل بعدی تلویزیون ها الکترونیکی بودن. سال 1927 یه جوان 21 ساله تونست یه چیز جدیدی رو به دنیا معرفی کنه. ایشون آقای فرانسورس هستن. قبل ایشون صدا و تصویر از طریق کابل به تلویزیون ارسال می شد، اما ایشون تونستن صدا و تصویر رو از راه امواج رادیویی به تلویزیون برسونه و خب دیگه نیاز نبود همراه کابل برق کابل تلویزیونم به خونه هامون راه پیدا کنه. با وجود این اختراع دیگه برای تلویزیون نیاز نبود به جاهای تاریک بریم. چرا؟ چون این اختراع تونسته بود کیفیت تصویر رو هم بالاتر ببره. تلویزیون های رنگی. چندین سال بود که اشرف مخلوقات به رنگی شدن تلویزیون ها فکر میکرد، اما خب چون درگیر جنگ جهانی بود اصلا وقتی برای عملی کردن این ایده نداشت. با این حال سال 1953 رنگ ها به تلویزیون اومدن. رنگی شدن کامل تصویرهای تلویزیون سالها طول کشید، اما خب سال 1972 همه شبکه‌های آمریکا تونستن تصویر رنگی رو به خونه های مردم بیارن. بعد گذشت زمان دانشمندا تونستن ژنتیک جعبه جادویی رو جراحی کنن و به جای تلویزیون‌های چاق و بدترکیب تلویزیون‌های لاغر، خوش‌اندام و خوش‌تیپ رو به دنیا معرفی کنن. اولین نسلشون هم LCD بود. تصویرهای ناواضح و کم کیفیت رو این تلویزیون تبدیل کرده بود به تصویرهای تمیزتر و خوشرنگتر. بعد این نسل هم LED ها وارد بازار شدن که به جای لامپ فلورسنت از لامپ های LED استفاده می‌کردن. بعد LED هم بچه هاشون وارد این دنیا شدن، یعنی تلویزیون های OLED و QLED که این نسل ادعا میکنه که 1 میلیون رنگ رو میتونه به نمایش بذاره. جالبه بدونی که اولین تلویزیون داخل بریتانیا و اولین تلویزیون رنگی هم داخل آمریکا ساخته شده.